اوضاع مالی خیلی خرابه. 1 سال حقوق نگرفتم، همش دارم قرض میگیرم. خدا حق آب ما رو غارت کرده. آبی برای کشاورزی نداریم. مادرم مریض است، پول دارو و درمانش را ندارم. های، هر کس در همایش جمعه کدخدا شرکت کند حقوق عقب افتاده‌اش را می‌دهیم. حقوق عقب افتاده ما رو نمیدن، بعدش تبلیغ نمایش جمعه میکنن. باید این نمایش رو سرشون خراب کنیم. آفرین، باید از هر فرصتی برای اعتراض استفاده کرد. اونجا میتونید به کدخدا پشت کنید و شعار بدید. مردم فنیتو باید صبر کنند. اگر تحمل صبر ندارند بروید درس عبرتی به فتنه‌گران بدهید. پشت به کدخدا رو به میهن، پشت به کدخدا رو به میهن. بیا، اینم یکی از معرکه گیریات که به فنا رفت.